آقای رجوی به آرمان‌های هزاران جوان خیانت کرد، کشوندشون تو خیابون با دست خالی، میدونست کشته میشن، فکر تموم شد مملکت گرفته. اون کشتار سال 60 بعد پا شد رفت پاریس. بعد آقای رجوی تصمیم گرفتن برن عراق. آیا یه رهبر یک سازمان بزرگ که ارتش داره، سپاهی داره، امنیتی داره، مأمور داره، آیا این نباید پیش خودش حساب بکنه؟ عراق با کشور من در حال جنگه. من وقتی میرم اونجا، حالا خودم میتونم برم، ولی نیرومو برمیدارم با خودم میبرم اونجا، در تاریخ بهش میگن ستون پنجم دشمن شدن. هیچ وقت ایرانی رو نمیبخشه، هیچ وقت. همیشه لعنت بر آسیابانی هست که یزدگرد رو به قتل رسوند. اگر شما قاضی بودید بر حکم اعدام اینا موافقت میکرد یا نمیکرد؟ نه اینا هم انسان هم. مگه انسان ها رو باید کش؟ من با اعدام میکنم. 100 بارم اینا اعدام بشن کمه. با اعدام کردن اینا به نظر من هیچ اتفاق خاصی نمیفته. باید مجرم اصلی بود. آخه نمیشناسیمشون. چرا اینا رو رؤسای مجاهدین خلق بودن. ولی فکر میکنم اگر من درس قضاوت هم خونده بودم، چون من رشتم قضاوت نیست، چیز دیگه خوندم، ولی فکر میکنم اگه درس قضاوت هم خونده بودم همین چیزی که شما میگفتید اجرا میشه. همین اعدام. آره. چیه؟ مریم رجوی دیگه. با سابقه که اینا دارن همون اعدام منم تایید می‌کردم. تا آخر عمرشون می‌ذاشتنشون بزنن. یعنی بدتر از اعدام. قطعا اینا باید اعدام بشن، هیچ شکی داخلش. چرا؟ اینا مملکت ما رو نابود کردن، خیلی از مردم ما رو کشتن. به خاطر اینکه خیلی از جوونا رو کورکورانه به طرف یه سری عقایدشون سوق دادن و به مرگ کشوندن، من احساس خوبی نسبت بهشون ندارم. با توجه به مشکلاتی که به وجود آوردن حذف بشن بهتره. نظام باید اعدام بشه. چرا؟ دشمن اصلا برام اهمیتی ندارن، مرگ و زنده بودنشون مهمی، ولی وقتی میبینمشون حس بدی دارم. یعنی کم شخصیت ما رو اینجا به کشتن دادن با بمبگذاری‌ها یا با مثلا تشکیل گروه خاص، گونه‌های تیمی، طرفداری. نه من باشم اعدام نمی‌کنم. تو با اعدام اصلا درست بگید. شما خبر ندارید. سوال شما سوال غلطیه. سوال مردم غلطیه. هست. هر کاری هستن، هر جوری بودن، هر گناهی دارن، همه رو تو یه وجب خاک می‌خوابونن. شما مخالف اعدام هستی، حتی اگه مخالف اعدام ازم بگو 40,000 نفر. من موافق اعدام. قطعا اگر در جایگاه قاضی بودم، با توجه به هیئتم و با کمک اونها و مشورت اونها، علیرغم میل باطنی، با توجه به تاریخچه و جنایاتی که اینا داشتن، فکر می‌کنم میرسیدیم به اعدام، خواسته ناخواسته. یعنی خیلی اونجا نظر شخصی من دیگه مهم نیست. با اینکه من یه اقلیت هستم ولی واقعا موافقم. من اعدامو دوست ندارم، ولی در مورد این دو نفر باید اینا خیانت کنن.